دختر عزیزم، بیقراریت را بهر رفتن به مکتب میبینم و هم میخندم و هم میگریم. اما با اشکم اهمیت نده. هر لحظه خواندن و شادیت را پیش نظر آر تا همه وقت از تدریس حلاوت ببری. بدون که اولین قدمهایت را به سوی مکتب با همراهی مادرت گذاشتی و او با هزار نیت بود. پس کوشش بکن با باوری سزاوار باشی. معلمت با تبسم خوش آمدی گفته استقبالت گرفت و اولین سخنهایش از شرح کلمه صلح آغاز شد. پس قدر آموزگار را بدان و صلحخواه و صلحجو و با همه یک رنگ باش. چون با تدریس شروع کردی و دوگانه پیدا نمودی، از فعالان و اعلی خوانها و با ادبان دوگانه پیدا کن. هیچگاه با نمیخوانده ها تقلید نکن و نخوانده هم میشده است نگو. اشتباه است. مکتب جای مقدس است. پس مقدس رفتار کن. با آهستگی شروع شرارت به آموزش بیشتر می شود. اگر می خواهی شعر از یاد کنی، با زودی از شعرهای سبک با وزنینتر و معنای بلند داشته بگذر. زیرا با بزرگسال شدن راهنمای زندگیت می شود. اما با فنهای دقیق و زبان خارجی بیشتر اهمیت بده. با گذشت وقت در مکتب و کوچه و خانه سخنهای را میشنوی که میگویند خواندن فایده ندارد. عموما گوش نکن، دروغ است. حتی اگر پدرت را مثال آورند، بگو که با سبب تنبلی بود و آن کار را که او نتوانست من انجام دادم میتوانم. اگر دامولا و ایشان و هر کسی دیگر ضد خواندن دختر برایند، برعکس باید اثبات کنی که آنها اشتباه میکنند. اما اخلاق را در مد اول گذار. ضد همه گونه چنین سخنها جواب نگردان. در عمل نشان بده. صاحب علم بودن والاتر از بی علمی است. این رو فراموش نکن. بدانشی بی علمی یعنی در جهالت زیستن است. میدونم ضد اکثریت مبارزه بردن و نگفتن دشوار و خیلی سنگین است. این چیز رو از سر گذرانیدم. اما نشان پهلوانی است. تو پهلوانی. با گذشت وقت چون استادان درباره زیست و زندگی دیگر ملت ها قصه میکنند، در دلت آرزوی سفر پیدا می شود. بدان پدرت با تمام کوشش و کمکت میکند و چون امکان سفر پیدا شد، اولین آدم پدرت دعاگویت خواهد بود. بخوان دخترم، با گپ و کلوچه ها اهمیت نده. اما فراموش نکن که هر لحظه اگر من و مادرت نظارت کرده نتوانیم، پس خدا تو را میبیند. از آفریدگار سخت بترس و فرض و سنت ها را بجا بیار. سرگذشت بزرگان اسلام را، بزرگان ملت خود را بیشتر بخوان تا مسلمان و تاجیک زبانی نه بلکه در عمل باشی. هر کارت را با بسم الله آغاز بکن و شکر خدا را فراموش نکن. از ذکر خدا دور نشو. انشاءالله کامیابی هم در این دنیا و هم در آن دنیا نصیبت خواهد شد.